به نام خداوند بخشنده و مهربان. حساب و کتابی که کس را به دهشت می آورد. راست است که حیات و مرگ و عمر انسان در دست الله است، اما اگر فرض کردیم که 60 سال حیات به سر ببری، در این 60 سال اگر همه روزه 8 ساعت خواب کنی، پس 20 سال حیاتت را در خواب کردن مصرف میکنی. و اگر همه روزه 8 ساعت کار کنی، پس 20 سال دیگری حیاتت را در کار صرف میکنی. 15 سال دیگر هم دوران کودکی. و اگر در سر دسترخوان همه روزه حداقل 2 مرتبه نیم ساعتی طعام خوری، پس 3 سال دیگری حیاتت را برای طعام خوردن مصرف میکنی. مجموعی وقتهایی که از حیاتت در خوردن و خواب کردن و کار کردن و دوران کودکیت مصرف می شود 58 سال را در بر می گیرند. از 60 سال حیاتت 58 سالش را اگر بگیریم، تنها 2 سالش باقی می ماند. سوال این است که از این 2 سال حیاتت چی قدر آن را برای طاعت و عبادت الله صرف کرده ای؟ در روز قیامت هنگامی که الله از عمر تو بپرسد که آن را در چی مصرف نمودی، چی جواب خواهی داد؟ برادران عزیز، قرآن کریم 600 صحیفه دارد و یا اینکه 604 صحیفه. اگر ما این را در 30 روز تقسیم بندی نماییم، یعنی 600 تقسیم 30 20 می شود، یعنی در یک روز 20 صحیفه راست می آید. و ما الحمدلله همه روزه 5 وقت نماز می خوانیم. و اگر ما 20 صحیفه را تقسیم 5 نماییم، نتیجه اش 4 صحیفه می شود. درست؟ پس اگر بعد هر نماز 4 صحیفه از قرآن مجید بخوانیم، در یک روز 20 صحیفه می شود. یعنی اینکه در یک ماه براحت می توانیم که قرآن را ختم نماییم. و اگر شما این پیامک را به دیگران فرستید و آنها به سبب شما هر ماه قرآن را ختم نمایند، می دانید که چقدر ثواب خواهید گرفت؟ سبحان الله. هر وقتی که یکی از آنها قرآن را ختم کند، شما به مثل او اجر و پاداش خواهید گرفت، چون که دلالت کننده بر کار خیر به مانند کننده اش ثواب می گیرد. سلامت و کامیاب باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что...